ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی، ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی. بر کوچه سردریا آشی پلو بیا، بر کوچه سردریا آشی پلو بیا. آشی پلو مزه دار روغن چهاش جزه دار، آشی پلو مزه دار روغن چهاش جزه دار. لذت برد دل و جان از پلوی تاجیکان، لذت برد دل و جان از پلوی تاجیکان. حسیب های عزیزی خوشمزه و خوردنی، حسیب های عزیزی خوشمزه و خوردنی. از نواری عزیزان قایل شوند رفیقان، از نواری عزیزان قایل شوند رفیقان. پروفیل های کبیر یک بار خودت رفته بین، پروفیل های کبیر یک بار خودت رفته بین. رحمت به کل دوستان شریکان و مخلصان، رحمت به کل دوستان شریکان و مخلصان. ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی، ای دوستان جانی ما آمدیم مهمانی. بر کوچه سردریا آشی پلو بیا، بر کوچه سردریا آشی پلو بیا. زیتون بیه السلام علیکم مخلصان حج و خنده، السلام علیکم هواداران طبع خوش و گوارا. این شام را غنیمت دانسته طریق تلویزیونی آزیا HD مهمان خاندان شما گردیدیم. عزیزان، آژانسی تنتنه برای شمایان عزیز برنامه گپ را هر هفته تقدیم می‌نماید. آژانسی تنتنه دوستان تشویش ها عاید برگزاری توی معرکه‌های شما را ما به ذمه خود میگیریم. و اینک دوستان عزیز و ارجمند، من همه شمایان را که در روی برای من در اکران ها نشسته اید گفتنی هستم که برنامه گپ امروزه ما غیر عادی است، زیرا یک قطار ما استادان را یعنی که رترو ها را دعوت کردیم و مترو ها را دعوت کردیم. در آغاز میخواستم دوستان درباره شریکان برنامه و سرپرستان چون انعانه گفته گذاشته باشه. ما خودی حاضر استاد شما در کجا میشود گپ گفتید؟ من گفتم که در طربخانه زیتون. طربخانه زیتون رو خرد و کلان الکی میدونند چگونه برهوا و زیبا است، چگونه طعامهای بالذت دارد و البته آشی پلوی کاری کلان زیتون. مرحمت نمایید عزیزان. نگفته نمانیم که انا همین کادرهای بسیار بزیب ما را شمایان طریق تکنیک و تجهیزات زمانوی استودیو عزیزان ویدیو تماشا دارید عزیزان. و گفتنی هستم که البته توی معرکه و یکم واقعی فرح بخش خاطروی عائلوی شما را میتوانند کارمندان ما با صفت اعلا ثبت کنند، نوار گیرند، ثبت کنند، تنظیم کرده به شما سپارم. و نگفته نمانیم که عزیزان اگر شما چاره‌بینی داشته باشید، چاره‌بینی نوبسته از آنی که چاره‌بینی خرد از معده است یا اینکه کلان، شما میتوانید از اپاراتورهای آوازی خوشنگ لیبل دوستی عزیزی ما ظفر جان استفاده برید. میگذاریم به سرپرستان برنامه. البته هر یک لایحه بی سرپرست نمی شود. برخی از مردم در پایان ویدیوی ما در شبکه‌های یوتیوب می نویسند که رکلامتون خیلی بسیار گفته. دوستی عزیز، رکلام قوه حرکت دهنده استحصالات گفته اگر نشونندگی باشید عیبی مونی. اینک سرپرستی برنامه ما شرکتی مال و محصولات گوشتی عزیزی، محصولات عزیزی حسیب و حسیبچا با تامین و تکرار زیبی دسترخوان شماست. عزیزی محصولات ما از گوشتی حقیقی آماده می‌گردند. شما خانه را ساختید، بنا کردید دوستان عزیز و ارجمند و البته مسئله در و تیریزه پیش میآید. با دوری ها نروید. با اکپین مراجعت کنید. اکپین انتخاب درستی شماست عزیزان. من با کلی سرپرستان و همکاران برنامه عرض سپاسی خود را میرسانم چون آنها هستند و ما هستیم، ما هستیم و شما هستید. یک روز یکتشان نوشتن که از خودی نخوت که ما تماشا میکردین، نخوت که. خب عزیزان میخواستم این لحظه اشتراکدارانی برنامه نوبتی گپ را به شما معرفی کرده باشیم چون هر وقت شریف جان با همراهی مظفر جان از لایحه استند اپ تریتوری یومر یک قرصک.
علاوالدین جان دوستی عزیزی ما از دهه خوش آب و هوای سامغار. بیایید. دوستان عزیز ارجمند، نگفتن مانیم که در برنامه‌های پیشینی ما انا همین نفر به حیث مهمان عالی قدر حضور داشتند. اکوی عزیز ما، شعر نویس، نویسنده، حجو نویس، حجو نگار، یک مرد بسیار شوخ طبیعت، کمال رومانی در مهمانی ما. عضوی اعضای اتفاق نویسندگان تاجیکستان و ازبکستان اکوی عزیزی ما حجوینگار حجونویس گوییم یک شعرهای حجوی بینیاد عالی جناب دارند. از خودی ناحیه دیوشتیچ امروز دعوتی ما را پذیرفته آمدن، قدم رنجه کردن. ایگام نظری صاحب نظر، یک قرصک نظری. عبدالخلیل بگندن کین عبدالخلیل از یهی رومان همسایه کامل رومانی. بیروز دو کشیدیم ما رومانی سکسکین. زنده باشید، زنده باشید. همه رومانی میکنیم. البته محکمی باردین شاعری برنامه ما خوش آمدید. رحمت. من همینجا به استفاده برده دوستی عزیزی من هلال‌الدین جان در بسیار مولدها مردم می نویسند که این خود دایره نواخت، این خود داد گفت گفته یا من هم نامم براد بگفتم. شما یک قدر خود نروید دوستان، اینی ما هم کلان شود جینی کنیم پاترش. هلال‌الدین و دوستی عزیز ما الیاس جان. خب استادان یک بار دیگه شما رو خوش آمدید میگویم و البته من باوری کامل دارم که شما دست خالی نآمده اید. خب بچه‌ها یک مدتی هم مرکز ملی تستی به پدر و مادر را دعوت کردن. مرکز ملی تستی این هم باشد امتحان و دانشگاه. خلاص دانشگاه دولتی خوجند و روزی از روزهای آفتابی یک پیرزنی 87 ساله امتحان سپری آمدن. معلم‌ها حیران. بیبی جان السلام علیکم تینجیم یگان نبیرتون آوریم. من خودم آمدم گفتم. بیبی جان سال دیر شدگیش نمیگه هیچ چی دیر شدگیش نه. بزرگ قاپیده برو وردیان اودیتوریوم. سالی یک معلم اما تگی دل شما دارم بیبی جان میبخشید. خیلی اکو سال بی‌وقت شد نمیدونم چی بخوان سادید کی گفتم من و یا دلشون خالی کردن روی ماچش نگرفت دست شما خیلی مولده. اکو یک تا گاو زنم. ها گاو زنید بیبی جان. همین راستی گپ خانه ما من این پایین من اینجا هر باری موسیقی گم کنم نگاه کنم کوچه با برامده خرک بشته استودینت که تماشا کنی با عادت کردن اکو من تماشا کنم. خب برای همه آنهایی که داخل گردیدن به دانشگاه ها نواسته از منطقه گوییم به اینجا به شهر خوجند و دوشنبه ما آنهای تبریک میکنیم و البته امروز دوستان عزیز و ارجمند ما این برنامه رو غیر عادی گفتیم. خب نوبت را به استاد یگان دستاویزی نو یگان لطیفه بهترین باشد آچش بوسه نکردگی یک تش مقرونی دکه استاد. بسیار من خرسندم که همین موسیقیده جوان صحبت آوردم. من همه 72 سال دیگه عمر دارم. خدا خود 140 گرم خودم میوایزم. خواهد نشی تو. از گلوی نه. اگر اینجا ارقام چیزت خانه اوندم میگه برای من از تکی بغلم میاد. بیا. ام بخت تشش نکشم. من مخیم جان یک یادآور چیزت از دهه رومان یک دهه رومان استاد در باشگاه میو یگان شعری حجمی خانه می کدامش اکو ما هیچی گپ نمیزنیم استاد شما خودتون سر کردید. اینا گفتن که سکین رومانی ها بسیار ساز گفتید. خیلی معلش همه رومانی شدن معلشو رومان همین دهه رومان بسیار انتیقه ها بسیار لطیفه ها همین رومان از چه سبب باشد استاد؟ جبرا و تاجیکان دیگه. همین مردمش انتیقه دیگه. از تاریخش میدونم که از اولی عصر 18 سال کرده رومانی ها با خدا دو دروازی ها شیرینی های بخارا بسیار نامدار بودند. انمی حجمگاهی برزگاهی بسیار نامدار بودند. از اون جمله انمی رومان برزگاهی بسیار است. خودش هم ما یگان جا شیریم گیدام و در و مردم توده میشن یا نیازی هم تو یک جا شیریم در توده میشن یا انوار عالم اگر هم تو یگان جا شیریم در توده میشن. انا دیدم بچه گفتم ما تعریف نمیکنم خودی مردم میشناسن این آدم های همین که بردگی میشناسن. همین کار شده که استاد کوه به کپیتلنیک بردگی و اسیوسو همین گپ چخه لمی بردگی چون که دور بر رومانی ها ماتورچی موندگی اینها نزدیکی ساده ها و پشتان بودگی سلام حیران
چون وای گرده متوجه اونجا ایستاد است گفته یا اینکه یا من لبی دریا ایستاد بودم که یک بچه کمال کار ریومانی بگویدو دریا همین دریا و کلی قسمت آخر ایستاد ریومانی هم شاید علاوه کنده ماه گفتگی گفتم این خیلی نه گفتم اگر کلی قسمت مانندی کلی تو خالی میشد می آخید آیا تو در عمر دیده که کلی قسمت آخید است حتی نمیدانی که کلی قسمت می آخد یا می خواهد همین خیلی جواب دادم شاید که برای یکان تاثیر وای نه اکن پیری خنده در رمان میگوینده همتمی آپوسکا ناز گذراندید میگفت است یتش با من کوه برفتیم یک هفته کوه بگشتیم ماندگیش کجا نگذراندید یعنی محسی بفته انکو یک تا رمان امتحان سپرداست رمانی امتحان سپرداست چون معلوم گفت است که خب من جواب دادن نتونسته اکری یک تا اخران سوال میکنم هم به جواب دیم من تو با 5 میمونم شد من یک خالته با تلو یک خالته با عقل کدومش میگیری تلوی بگیرم انا جای تو با من میشنم عقل میگیرم که اکو معلوم هر کس خودش به نبودی که بگیرد دیا خانه به جنجالش سازن و شوهر بیو شوهرش احمق بودیم که من توی گرفتیم گفت احمق بودیم که من شما رسیدیم گفتش نه پسرچو شدم اونجا براست دیتومی هر دوتونم مزاتونی من با ناز خام میگوی تو استاد یکم تا نیازی سال مازشون کاندش تبشون برامزه دکتر جیز است استاد نیازی ریمونیه سانی دکتر گفت است که اکو بسیار شما خوراکای سخت بسیار میخورید گوشت زیر بوم بشه اوش پوش میخورید همین کمتر کده اکو گفت است شما خوراکای سوی خورید قطعی خورید ترشی های بسیار خورید اگر بسیار نال میشد گفت سانی نیازی گفت که همین خوراکای شما گفت که بعدی خوراک خورم می یا تا خوراک خورم می بیگاه روزی در تختق شده است در تختق شود یک زنک بودم ده السلام گفت ایتا مردک شبوش کنا ترکان های میگفت است نیه خدا نگذارد نیست گفت من آورده گفت است نیمی شب وای مورگ به تلفن شده است تلفن وای کارگری مورگ تلفن براشته اجازه گفت ام طرف آوازی ماست گوش کنید ها گفت نباید زنم تلفن که ماند زنم بفهمونید اونی وای اما کارش نرمندی گوید خواتین نشاو گوید گفت است نیست دروازه تخت کرد صاحب خانه برو شما دروازه در کار می یک دروازه در کار نیست پیش همین دروازه در کار نگه پگروز بینه دروازه نیست یک دختری تقریبا 20 ساله نزدیک خالش بوده است هر یک دختر با خالش مصلحتگر میشد نه نزدیک خالش بود خاله جان نمیدونم که پاچه ساکنم گفت گاوزن جانی تو خاله چه گپ کی گفت یت بچه من ناز میدیدم و یا من ناز میدیدو اكو ناز نمیبینم همون چه فکر فهمونم که گم شود در حیاتم گفت خالشم ندانم $500 پروس چی؟ گفتیانده چیزی میشد کسانی گفت نمیتید میبرود به همین گم میشه اگه تیا چی؟ راست وای بگفت است وای دو کسی دانی وای که دیگه رستوران بشه دیگه حد دوشمون کیو خالکتی وای می؟ نه هم دختر کیم بچه وای حتی کایnak isteniyor وای دختر kaynak خدا sonra بچه اون تو نیو کدو گفت است که این نیم شیشه کنیاک ادو کدیو خیلی یک بار زکوس که نکدی گفت من دیت اند گفت یک مردک چیزی سرزنشگری بود که تو خیلی آدم خدا گفت است این کارو گم نمیکنی وای کارو گم نمیکنی یگون نغزی نمیکنی آدم چه خیلی آدم گفت دادا جان نغزی نکردم میگفت است چه خیلی نغزی کردی گفت وقتی زندگی زویدشم دستم حمد کنم میمود گفت است سرشناسی سانی گفت که رفیق سعید قلب شما در سرزنگی ایبدار کرده ایستادم و گفت سرزنگی کی گفت است این تهمت من سرزنه نگفت است از جنت خودش گفت کدامش گفت یک حبسخانه به مؤسسه اصلاحی بگوییم کامری کلام بوده سو درش شرح شده سو همه بالانگی اون که نیما کشند یا موسیقی درام دیان 93 اون تو کرد درام ده السلام علیکم شتی تامی بچه کام همه حیران کو بابا اینجا می چیزی گم شو چاکر شما بافتم های چی آمدم دی اینجا جای شما نه اینجا خیلی 93 97 شما اینجا میبینید من لقبم ماهی بی عیب همون با
ها چون ماهی بی عیب کی مونتا من نمیگم گفتن دویام اونجا خسته اومده بابا کنکریت نگاب زنی یا یک تا میخورید می ماهی بی عیب چیزیه با گفت نماندی تاندی حاضر گفت لبی دعوا رفتیم تخت کنن و آینه چک شده شده لب باید میریسه چشمش به لیمکشون خواستیم چیت 20 دیانده بعد یادم صبر و مبر همش می ریزین کوکت درودگر همه درامسو بابا جان طرف سید ماهی اخود رفتی گو یک صبح شو من با ماهی بی عیب دیار همون با آدمی کلانسال کتی امروز برنامه همه بیتون خیلی رنگین گذشته سراست استاد من میدونم که شما در کدام برنامه نباشد یک شعرهای حجوی قلمتونم محکمی واردین امروز با دایره چی میدان بازاری هلالدین من کردیم استاد من شعرهاشون کتی شما حاضر ما شاگرد و هو برنامه گپ برنامه گپ نمیشینیم خب نمیشینیم خب دوره ما خوب تفسان از هر سوی آید مهمانان شیرین کار به این دوره خوب در کار گپ نمیشینیم اینجا خب گپ میزنیم از بازار از نرخ‌های بیقرار حنا شده از صاحب کار سهراپور مردکار گپ نمیشینیم اینجا خب کسلخانه بیشمار داروخانه ها قطار در آشخانه آشپزان معلمی دیپلمدار گپ نمیشینیم اینجا خب خنده کنیم بیغبار با خنده 5 شود کار سرور گپ آفرین قند زنید مقیم سرکار گپ نمیشینیم اینجا خب آفرین همین سینو سالی مبارک با الهی همه رسوندو 87 85 برسیده که سال گوشتونم وزمی میشود است گوشو با دو تا کمپیر یکی مشروط کنه شده سمورس رای پایزدن برفته استان پایست میکند نه یا تو شون یا شما نیا کره کشتا کشتن گیرد من 17 سالگی من نگاه نکردم اکنون نگاه بعدی همون کمپیرایش کردید است انا کل اوغزال اومداست یک مرده اینجا سیپسیو یک جمله اوغزال اومداست چه اینجا سیپسیو خوشتامانه ما گوشه کردم چخیل گوشه کردم اینجا سیاه کرد همین وگان بوشه کردم در عرفیات میگویند که زندگی بی آرزو شیرین نبود زندگی را آرزو شیرین نبود همون وقتی که همسری من 2010 گذشتگی بود بعد از اون که جاش جانش شد الهیمو بعد از این یک آرزو کردم که یک دختر هم که این چه که یاش به خاندار شوم همین باور کنید آرزو کنید با عمل پروردگار یاردم که میرسم دست هم یک شعر نویسم اونجا دیدی مانم چه کندی شما خودشم از بین نویسنده و یک تا آریزا شدی من این ها تونسیش نه ثانی همونجا نویسی بودم با خدا همین اجرا شد گید یا زنگیرم یاش باشد مایده کوکلاش باشد لبکش مثل انار چشمکی شهلاش باشد یک زنگیرم یاش باشد زیبا قامتاش باشد کنجی لبی پستش به یک خالی سیاش باشد یک زنگیرم یاش باشد مویکش تا پاش باشد وقتی حولی رو بیوه جنباناش باشد یک زنگیرم یاش باشد شیرین سخناش باشد چنان شروع گپ زند هر گپش جاش باشد یک زنگیرم یاش باشد خنده زیباش باشد سرورند و یگانه ارکی دداش باشد آوای میرسد امر یک زنگیرم یاش باشد چشمی خماراش باشد بزیبک و فربیچه عجب نازکاش باشد یعنی نمیزنید دل جانش گفته یک زنگیرم یاش باشد مهین آوازاش باشد دل جانکش گفته اندک شرمکاش باشد یک زنگیرم یاش باشد بزیب رفتاراش باشد زبانش هنده دایم نامکی اکاش باشد یک زنگیرم یاش باشد اخلاقش رساش باشد منم مستش کند و عجب ایماهاش باشد استاد اینا آهنگش کم بخونید شما هم به پروردگار میرسوند دستمون اگر نیتی نیک کنید البته این هم یک آرزوی خوب است اگر با سینو سال کلام باشد با حیران هم شد یک تاشم موسیفید نزد دکتر با مدیان ها گون پشتی همین دخترکای یاش رسام یه دوام دی من گفتن های نقص کو گفت نقص به نقص
Rasonda omadi chokirnama nemidolam fikir. Muzaffarjon yagote navsha shuna be. Ekta pirazan akon ma akon zaboni khudmo kampir meguyim ko. Ekta kampir akon khudashona yosh chusid mekedeni asnofka istanaga taksim to omsu xola shinid yo agar ishmo dukas neman namiram ftas. Yo bisala tifay khub megum. Roz kori shudagi dekun muxmako. Kori shudagi. Sayfai kori hoy shudagi doston. Yak diqqat go'sh kun to vay garaji Volga hozir kelnoyaho ma'lumaho Moshinay megum. Moshinay kada megardanu Jeep sürüşte kun Lexus kedi Remonba mebaranu hamun je radiator shik agar donuz agar mamajona ko hayan Abdu Hatay matarisem ho onda hay jishe radiator shik kandandar kor kufta vay kun agar a usto shawarashon ba telefon meshada usto Alo telefon a garaji Volga mamajon radiator moshnaton kanday pulish shmo mesperid mikud agar haman dushanbe ston be meguzarunam gud agar hay maylash vay pula meguzon in nimmi devoli garaji ma galton izanaton chokadan da kor ineshe kim pulishe metya Компания «Азизи» – производитель колбас и мясных деликатесов с 2006 года. Мясо от лучших поставщиков. Отборная говядина. Натуральные пряности. Уникальная рецептура и традиция наших технологов – вот секрет вкуса нашей продукции. «Азизи» – у качества есть свое имя. دخترم من از دیها آمدم من با هم گرمی تابستان با و هم خنکی زمستان با تا باورش در کار خانه ما در سر کوچه گوشم تین شود منبع گپی خانه کوچه و گپی کوچه خانه و نمیدار وردگیش لازم من یک کارگری عادی منبع نغزی نرخش دسترسش لازم برای کارخانه نوی من استانداردهای جهانی و جوابگوی باشد برای من صفتش بلندش لازم این خیل باشد به شما در تیرزه ها از پروفیل های اکپن لازم. اکپن به شما پروفیل های به استانداردهای جهانی جوابگوی را پیشکش می نماید. اکپن با پروفیل های خود 25 سال کفالت می دهد. برای آنکه پروفیل های اکپن با گرمی و خنکی طبیعی ما تا باور می باشد. اکپن انتخاب برای تمام حیات. وقتی جراح‌های در وقتش در پارچه تبرچه طلایی گرفته که مرزا قابل مولانا اگر دون دیگه پارچه هم وقت میدادم دیگه یکی از نامدارده سالی یک روز به قریب کوچه ایستادم دستم داد من نبیره دار شدم مرحمت دستم تو بس رفته 200 عرق خوش اگه یک تا دیدی ایستاد کوچه ایستاد که طالبنده ها عادتا یک سامان میتاد تو اینا به دست سامان داده که این معلومات اول دیپلم داره و اولی کامپیر گفتید که از کوچه میگذشتگی پیش سویتفور ایستاده بینا سویتفور سرخ حتی بچه همون هم تا همین کوچه گذرانده مانگود حاضر خاله سویتفور کوچ شود گود از سویتفور کوچ شود خودم میگذرم گفتد موی سفیدات دو کس پینساشون نفقه گرفتینو همین اکو یک روز پیش باران برده که همه جا لای دو کس کوچه به آمده این طرف وای طرف میگذشتگی شیستن یک ماشین تیز اون لای زیر کرده گوی یک تاشون با جدا پرانده است دویمشون بیا که برفتیم گوی اینو همین نگاه کرشتیان اوه مولا رجب برفتیم که شده کاری شده که شد برفتیم که گوی یه بار استا حاضر این گشتا آمده من خانهش پا برده سر لباسای نو گرفته داده یک شب خوابانده پگه و جواب نمیتید می گوی نه آخه چه خیلی بساسی گوی دختری کلانی ما فقط همین خیلی مخونده یا الان دو مسافت چاقانه میشتاسو سوانی ماما صابر ها سالای سی ارمی رفته که بودیم هر دومو همین برای آنکه دخترها به نگاه نکنیم زنها به نگاه نکنیم تخت پشتمو اوگل میکرد ها یک اوگلی سبز بود اوگل میکرد حقانه ایسا میگد همون اکون تاثیر کراست ایرپورتی همین بوستان شهر بوستانو دو تا خارجی اومده بود از تماشا اینجا خوشبختانه امروز خارجی ها بسیار اومدن یک تا کنیا گریم اینجا خودجان گفته است سال پیش مگزینی داخلی ایرپورت نه مگزین بود است یک تا کنیا چیه گفته است یک تا کنیا که 300 سومن با و آدم زنک گرفته داده است
اینها کنیکا گرفته برام دیام کمتر نگاه کرده استادیوم تا وقتی همون ویا پریدن با کمتر وقتی بیا یک 50 تا یا همین مینوشم تا 50 تا یک تا نشان که چای کنیک نه چای بیا رفته و زنکه گازنیم قلاب بود است وای گفته اومده خانم زبار شما قلاب شما باب کردید شما کنیک گفتید ما 300 بگرفتیم چایو گفتم اونات وای زنکم اكو انگلیسی میدونستم میام شما خدا چون قلاب گفت است چرا گفت ها پرده میبریم گفتم من همون بفروختم نباشد نمیفروختم همین باور کنید تو نگم محکمه بحریدینم فقط شرکت میکنن بینهایت بچی نازینو امروز کدام دستاویز که تو دید الهام کدام طرفو الهام از همین که من هر سحر ما یک چی بیدار میکند با کی بیدار میکند همین هر سحر کی چی بیدار میکند شما چی بیدار میکند کی من هیچ کس بیدار نمیکنم میپایم هیچ کس بیدار نمیکنه آخر مجبور خودم میخیزم شما کی بیدار میکند من البته پدرم پدرتون این طور آویخته ماندگی خودش 8 شود نمیغلطد می اكو هلالدين علاودين بدون میکرگی خیلی زوی خیلی پشت آنکسون تاک تاک خیلی زوی اكو آشین آربه بیا وقت شد آوازی تو در کار کی بدار میکند خروز اكو یک خروز های همین ساعت 3 سر میکند گوید مجبور آوازش میانی خود تومه دوست میگودم از من اینترنتی شد اما یک تا خروز آوازش که هداشون بیدار میشدن ماکیونه نرکنتون سه شبانه بلای من خروز خزوندن یک تا خروز هداشون بیدار میکنی باشه میاز چه خیر اینا سوال داشتی هم دستی از رومان یک تا خروز هر دو تایی بیدار میکنن یا هر دو شما یک تا خروز می چه خیر اما صاحبی خروز بگویی تو نکشت خروزش سون چه بیدار میشه مظفر جان حاضر بچه‌های جوان چه خیلی بیدار میشن بودیلنی کیو واسن نو انیمنا که خروز یک تا مرغ بیدار میکنن انیمنا خوبی منه یک تا مرغ بیدار میکنه تلفن که در کارخانه باشید وای بودسته چی میگه تقلید کار بلاس مرغی یک تا خروز شب میمرو است کته یک تا سگ شب بگه شریف جان خانه میرید بشم یا من خانم چه خواهم میخیزم این خیلی آدمایی میگوید که تا تر نشود نمیخیزم استاد نپرسیدن نمانیم شما یا درباره خواب گپ زدیم کی میخیزانه اینا اینجا اندن یه استاد کی بیدار میکنه من هیچ کی بیدار نمیکنه زیرا که من خواب نمیکنم زیرا که روز دراز کارخانه به خواب میرم میکنم کارخانه با خب من درباره کمالکا شما چی پرسیم من گفتم که اوچه جانش بیدار میکنه نمیخید دیدی او جانش خیزید همین آواز که بیدار میشید بید همین پس کتی ما موزیکان کنیم آهنگ‌های دوست بیداریم نوازش سخن‌های نوازش بسیار میفراد ما یگان کس بسیار که اینه گیرید این هم انی شما همین این انی شما گویدکر همین خیلی حواس ما میبیاد ما فقط گرفته عادت کردیم که یگان کس تیت گفت نهایت بعد ببینم این تیت و تیت بچه‌شم خودم میبینم خصوصا همین جوانی من خوراکای بامزی بی پول دوست میذارم باور کن تو یک روز پیش این کاری شده یک روز پیش اونیورماگ با هم تو یک دختره که دو تا بچه انداز یا بره یک تاش دوید میکروفون پیش من آورد سونی گفت که بابا گفت یک سوال داریم شما همین گویید که شما در زندگی چرا دوست می‌دارید گفت من چی گفتم خود جان همین باید از خوردیش خوراکای بامزی بی پول دوست می‌داشت گفتم یا بار میکروفون خون داشت راست کرد من باید فهمیدم که شوخی هست در خود جان البته و من رومانی بود که من نمی‌دونستم من بوی رومانی گفت ژورنالیستا پرسید از کوچنده دیگه یک حادثه شد باور کنید یک حادثه شد حقانی و حیران شد یه روز هم تو خراجات کردم خیلی مگزیشی نمیگم من خوب میفهمم هم تو خراجات که هم تو پیش کاسه اوندم که چند بزرگ زیاد که بابا 70,000 گفتی چوکا بودم حقانی میخواد که هم دیشتم وای مثلا دو او بیار گفت وای کرد من گفتم که چوی بار 70,000 میگه گفتم من این خیلی سومای داده عادت کردم میگفتم سال آزاد کرد تبسم کرد پای ناز گفت گویی بود من چی نمیشم آپش توست من میخوام گفتم خیلی مدت بودم من دادن گنده بینم این مغازه با شما اخیر شد اینا قول کردن اینا مغازه اصلا خرید خلان کرد شو کرد پیشم کاسبه بیان
کارتتون های میگوید ها دامه ولید اوه از موضوع دور نمیشین. وقتی شما که یک محکم جا موندتون. محکم جا شما کی بیدار میکند؟ ما عادتا من این وایب دامو به شیرفروشا بیدار میکنند. شما بلند داشتن دمی؟ ها هستی محکم جا؟ البته چی بنی؟ شیر قط بعضیاشون سرود بوی میخوان. شیر و قطیق آمد، قیماقی نغز آمد. این خیلی که همین در کدام موضوع همین برنامه گاب شعر نویسم گفته حیران شده بودم که همین بیدار کردن همین در موضوع همین شیر فروشا سراز همون شیر ده بود. همین خیلی اکو خدا نخواد همسایه که جنگ کرنده اپشتی آب اگه آبی اینو وای گذاشته همسایه وای کند همسایه آب بزن ایو ای همسایه همسایه بی وفا. خب در هوای سروده ای استاد دوران علی معطف هنرمند خلقی برای سپیدم در هوای سروده شادروان استاد دوران علی معطف سرودی برای سپیدم ما متن محکمه بحرالدین رو پیش میاریم و میخونیم. مرحمت همه متن دوردم تیار می همه شما تیار می نوازنده ها یادم ایستیم نباشد نمیفارد به گوش آوازی بلبل عجب بندی عجایب سرکاری چو از خوابی سحر پروا نداری چو از خوابی سحر پروا نداری عجب بندی عجایب سرکاری چو از خوابی سحر پروا نداری چو از خوابی سحر پروا نداری دمیدن‌های صبح آید صداید کند از صبح دم با ما حکایت دمیدن‌های صبح آید صداید کند از صبح دم با ما حکایت چی لازم بود دل اگر شیر فروش فریادش میرسد با جوش و خروش فریادش میرسد با جوش و خروش چی لازم بود دلی اگر شیر فروش فریادش میرسد با جوش و خروش فریادش میرسد با جوش و خروش شیر و قیماق و خطیقت دشمار از مهنتی تو در حقیقت فدای شیر و قیماق و خطیقت دشمار از مهنتی تو در حقیقت بدان این کاری تو می باشد حلال شیر و خطیق را تو فروش به ملال شیر و خطیق را تو فروش به ملال بدان این کاری تو می باشد حلال شیر و خطیق را تو فروش به ملال شیر و خطیق را تو فروش به ملال برای صبح دم به خاطری پول نمیخورد به گوش آوازی بلبل عجب بندی عجایب سرکاری چو از خوابی سحر پروا نداری چو از خوابی سحر پروا نداری عجب بندی عجایب سرکاری چو از خوابی سحر پروا نداری چو از خوابی سحر پروا نداری چو از خوابی سحر پروا نداری چو از خوابی سحر
بارکالله. واقعا یک سرود به نهایت خوبی بود، لیکن درباره فروش قطیق و شیر بود. یک تا همین شیر فروش موندی بودن. دیوایم حیالی. موی چیگیل میگوید کو. موی چیگیل میگوید کو اومده. دوستان عزیز و ارجمند، تماشاگران گرامی قدر، مخلصان حجو و خنده، امروز ما یک استادوی دعوت کردیم از زبان خود استادان. بسیار یک واقعه عجایب شنیدیم. ما برای تشریفتان تشکرهای زیاد میگوییم. استادان زنده باشید، سلامت باشید، بیمار نشوید. دروغ باشیدم دروازه بیمارخانه رنگش چقدر ندانید لویم. همیشه همین خیر باشید. خیر اکنون ما بهترین شما سلامت باشید. تماشاگران عزیز و ارجمند، با کلی سرپرستان همکاران ما عرض سپاس خود را میرسانیم. با ما باشید، در شبکه‌های یوتیوب ما را پیگیری کنید. دوستان عزیز، اگر شهرهای بهترین باشد ما البته آنها رو میخوانیم. و این لحظه اجازه دید به برنامه امروزه حسنی خاتمه بخشیم. به همه شما خانوادگی خاطر جمعی و لبانی پر از تبسم رو آرزو داریم. خیر عزیزان. دل دور مرنجد دل شنه کنی گنده دل دور مرنجد دل شنه کنی گنده یار امانی همون گبر که ساختی امانه بعد هر یک برنامه ما دایره همه میداریم یافته تختونه آشی پلاو با مزه آشی پلاو خوشمزه آشی پلاو با مزه